خیلی در زمینه حجامت در حزیران از ما سوال میکنیم. حجامت فرایند یک واکنش بسیار عالی برای متابولیسم بدنه که سالمسازی بدن رو در بر میگیره. قابل توجه بعضی ها. یک، اخلاط کثیفه رو از بین میبره. 2، تصفیه خون میکنه. 3، ایمنی بدن رو بالا میبره. ما 2 نوع حجامت داریم، حجامت سرد و حجامت گرم. اگر تیغی که زده میشه و خون خارج میشه میشه حجامت سرد و حجامت گرم بادکش های آتشیه که بر بدن پیکر انسان انداخته میشه. این میشه حجامت کامل، توصیف حجامت. و اما حزیران، ما در این چند روز منعی نداریم، نه منع ساعت داریم نه منع روز داریم، ولی روزهای